خب اینم از تفریح خانوادگی ما. باشه ببینم کی برنده میشه. منم رفتم خیلی وقت نمیتونستم ولی الان تونستم. یس آفرین. یوسف بیا تو. یوسف خیلی قشنگ میتونه. بیا یوسف. یوسف یه دونه. چرا؟ ما با کمترین امکانات تو خونمون یه تفریح درست کردیم برای مبینا. یس ببین چقدر قشنگ. آفرین. الان نوبت مبینا است. یوسف میشه بری اون بر. بیا مبینا. 1 2 3 یه دونه مثل یوسف برو مبینا تو بلدی. 1 2 3 آفرین. منم میتونم. منم تونستم مثل مبینا میتونستم. نه من نمیخوام. نه نمیخوام بگیرم. خب تمام آفرین. خواهی خداحافظی کنیم بذاریمش تو یوتیوب که بچه ها یاد بگیرن با کمترین امکانات برای بچه هاشون یه تفریح درست کنن. هم تفریح هم ورزش. بچه هاشون رو بکشیم. چرا بکشیم؟ داری کیف میکنی. مبینا داشت کیف میکرد. مبینا داشت کیف میکرد که مبینا بیا. چرا بالش میاری؟ بسته دیگه. تو انگار که خیلی میپری. بیا یوسف نوبت تو قشنگ میتونی. برو بیا مبینا سریع. خداحافظ بچه ها. من نمیذارم چرا؟